حکومت تاجیکستان جزای مردانی را که از پرداخت الیمنت به فرزندانشان سرپیچی میکنند سخت‌تر خواهد کرد. بر اساس طرح تغییرات به کادکس مرافعی شهروندی تاجیکستان که برای بررسی به پارلمان ارائه شد، در صورت 1 ماه سرپیچی کردن از پرداخت الیمنت کار چنین مردان به ترازوی دادگاه گذاشته می شود. قبلا این مهلت 3 ماه را در بر می گرفت. قانون برای سرپیچی از پرداخت الیمنت تا 180 ساعت کار حتمی، تا 2 سال حبس یا تا 2 سال کارهای اصلاحی را پیش بینی کرده است. سال گذشته حدود 9000 جفت طریق دادگاه‌های تاجیکستان از هم جدا شدند که اکثریت آنها فرزند نابالغ دارند. قانون مردان را موظف کرده است که تا 18 سالگی فرزندان هر ماه به آنها الیمنت پردازند. برخی از زنها از آن شکایت دارند که مردان بعد جدایی از همسران خود میل به نگاهبینی فرزند ندارند و تمام خرج غذا و لباسشان را بر عهده همسران سابق خود میگذارند. به این مضمون ده ها شکایت زنان در دادگاه ها نیز بررسی شده است، اما مقامات میگویند بعضی مردان با بهانه مهاجرت و برخی دیگر بیپولی و بیکاری از پرداخت الیمنت خودداری میکنند. بابا جان سفرف، یک ساکن ناحیه رودکی، روز 27 سپتامبر در صحبت با رادیو آزادی گفت پس از اخراج شدن از روسیه دیگر نمیتواند الیمنت 2 فرزندش را پرداخت کند. وی گفت الیمنت 1 ماهه فرزندانش 300 سامانی مقرر شده است. نه درآمد داره، همین قابل فهمی کرد و شخصات میکنم هیچ کار کنان نشد. ما اگر در چنین دلار میکشد اینا هیچ مولا فهمیده سیستم نموی اصفه بدو به فرزند که هستیم بسیار من هر مو در شفانجی سیطات میز کنیم لیکن اگر از مونا میریم عیبیجا بوست کنیم اگر مونا نتونست کنه دسته چنمون کارمون تکمون کار کنیم. مولوده حسینووا، حقوقدان مرکز بحران شناسی باوری به فردا گفت برخی مردان فکر میکنند که مبلغ الیمنت را همسران سابقشان برای خود صرف میکنند و از این رو الیمنت را نمیپردازند. هرچندی که ما همین هم صحبت میشدیم گفت میزنیم که خیر مبلغ برای همون فرزند است، خیال میکنه که این همون مبلغ و همون زن است. ما خیال میکنه که همون مبلغی که پرداخت میکنن زن برای خودش یک سر لباس میگیرد و برای خودش تامینات خودش صرف میکنه. همین نه منش میگه که من همین نفس کنم و من همون سر لباس گیرم کودک و بایم. خیلی من میگم خیلی حالمای سود است و خواهید نخواهید پرداخت کردن در کنه. فیروز خالف، مشاور کلان کمیته قانونگذاری و حقوق انسان مجلس نمایندگان، روز 27 سپتامبر به رادیو آزادی گفت شکایت زیاد خانواده ها خصوصا زنان فرزندداری که از شوهرانشان جدا شده ولی سری وقت الیمنت دریافت نمی‌کنند باعث این تصمیم شده است. اما حقوقشناسان میگویند که به احتمال قوی قانون نو موضوع الیمنت سپاری را در جامعه کشور باز هم مشکل تر خواهد کرد. یک ساکن شهر اسفره گفت که پسرش با 2 فرزند از همسر خود جدا شده است و او الیمنت نبیراهش را پرداخت می کند. کمیته کار با زنان به عائله تاجیکستان و سازمان های دیگری که به مشکل خانواده ها از جمله به مسئله پرداخت الیمنت رسیدگی می کنند میگویند آمار خاص در مورد شمار افرادی که در مسئله الیمنت مراجعه کردند در دست نیست. مرحبا عالمی، معاون اول رئیس کمیته کار با زنان به عائله تاجیکستان، قبلا به رادیو آزادی گفته بود که مراجعت زنها برای گرفتن الیمنت و جدا شدن از نکاح رسمی بیشتر شده است. سبب این به گفته او از همپاشی بیش از حد خانواده هاست.